احمدم اکنون ما رو هیچ کس جدا کرده نمیتواند. از این بعد من و تو چون دو کبوتری خوشبخت همیشه پیوست میمونیم. دوباره سیلنجا نباری کم نیست سرکار. یا خدایا یگون چیز نشده باشد. با من چی شد میلیس؟ چیزی نشد عشقم، کمی سرت تاب خورد. سرم تاب خورد. عشقم گفتم چیزی نگفت. معلوم که دارو تاثیر کرده، حافظه‌اش در جایش نیست. حاضر همش مثل خواسته می شود. وای جانم، دامولا در راه آمده ایستاده است. بگذار که آید. چی؟ دامولا آمده ایستاده است؟ کدام دامولا؟ عشقم، خودت دامولا را جغ زده بودی کو، به یاد نداری؟ من؟ دامولا جغ زده؟ چی گپ است؟ مثل باغبان دامولا را دعوت میکنن مگر؟ салом алейкум дӯстони азиз, хушхабар ба тамоми муҳоҷирони дур аз ватан. имрӯз мо баҳри шумо ширкати боаринокеро пайдо намудем ки ҳамагӣ бо нархи 7000 рубл шуморо аз уфа оренбург ба душанбе ва аз душанбе ба уфа оренбург ба хости аллоҳ бурда мерасонанд. газелҳои замонавӣ бороҳат ва агар шумо мушкиле бо ҳуҷҷат дошта бошед, ба хости аллоҳ бе ягон мушкилӣ ба тоҷикистон рафта метавонед. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. ҳатман аз номи канали Tajix Production زنید. باز به شما سکیت که کلان خواهد شد. از ارگاه الهی به شما سفری به خطر را خواهانم. من ادوکتم جنابی عبدالله رو دیدن میخواهم. بیگناه معصوم هستم من. بله همه میخوام میگه شما رفته دختر رو از آشونه دویم تله میدهید. دختر اومده به زمین زند، بعدا نگه که من ادوکتم رو دیدن میخوام. لطفاً خیال نکنید. لیوین تو چه هم میگویی؟ من میلیس را تنها تله دادم، اما تیرزه شکست و وی افتی. زورو ای گپورا ما دا چی نخل میکنی؟ ای گپورا برای در پیش رفیق سعودی نخل کن. بخدا روزو خیلی همین خیلی بد دیدگیم که باور میکنی برای در نظارت خونی قعده بشید بوده؟ چی؟ یک لحظه چی خیلی نظارت خونه؟ چرا با من مثل دشمن رفتار میکنی؟ خانم زورو بیاید مانید. چه خیلی دوست چه خیلی دشمن. من تنها وظیفه‌ام رو اجرا میکنم. لطفاً کاری ما رو دشوار نکنید. شادی چه بگی براش بسیار گپ نزنه که عصبم ویرونه. ای میلیس، هیچ چیز رو نمیفهمم. در نصف شب آدم چرا دامولا دعوت میکرده است؟ بسیار شوخ هستی جانم. دامولا رو شامگاهی چرا به خانه دعوت میکنند؟ من که نمیدونم. چرا دامولا دعوت کردیم؟ یگان قلب فیزیوتی بزنه که خطرناکه. بندگانه سیلین هستم گفته انتقام گرفته ایستاده همین خیلی نه؟ یا خدایا چه علاقه دارده؟ من یک شخصی بزرگی هستم که هیچ وقت کارم رو با حیثیتم آمیخته نمیکنم. در مسئله سیلین گفتم که او دیگر برای لیوین وجود نداره. لیوین دیگر سیلین نمیشناسه، فهمیدی؟ لازم به شناختن نیست. در بلند بیتونی ملایم سر تبو ما خواب بره خواه. خدا از تو راضی باشد. رود لخچه چی نیاد که
نمیفهمم. ملیس این را چه کرد نفهمیدم. خانم تولین دخترات رو جیغ زن. زود آمده شکایتش را گیرد. ای تلفنش خاموش است، در کجاست نمیدونم. باز زن. ای زهرا اگر با محبس رود با کلتکیل از خانه دار شده نمیتواند. ملیس هم مرا هم خودت رو سوزانیدی. یا خدایا چرا من هیچ چیز رو در یاد ندارم؟ جیگرم من هم نمیفهمم چه خیل تو به یاد نداری. شوخی کرده ایستاده ای همین خیل نه؟ چه شوخی؟ جای شوخی است مگر؟ عشقم بین گفتی استادی دینم یک جای زندگی کردن نمیتوانیم، گناه است، به نکاح زندگی کردن نمیشود. من گفتم؟ بله تو گفتی. یا خدایا من کی خیل گفته باشم؟ من گناه نیست مگر؟ گناه هست. ها گناه هست البته، اما کی این را گفته باشم این را در خاطر ندارم. آمدن. کی آمدن؟ نکشا پیششان کن روان لازم نیستن. شام بخیر. شام بخیر. خوش آمدید. خوش باشید. بفرمایید. چه خیلی است جناب؟ رحمت خوش. مرحمت از بالا گذارید. مرحمت گذارید. ایستا گفتم. سلاحت را پرتو. شما احمد شمشیر. این چی گپ هست؟ در حقیقت خانه‌دار شده ایستادم؟ یا خدایا. یک لحظه من از هیجان زیاد کامیرا رو فعال نکردم. این خاطره رو ثبت کنیم همین طور با اجازت شما. تمام همه شما دست. احمد ابن حسن ملیس بنت فرخ را به زنی قبول میکنید؟ نبیرم را در حال آزاد کنید. به خدا جناب اکرم در این مسئله من هیچ کار کرده نمیتونم، چون که خانم زورا خانم ملیس را دیده و دانسته از تیرزه تیله داده است. این گپ 100% درسته بابی اکرم. جناب ادوکات نبیرم را در حال برار. از قفای کارم جناب. شد نبیرم را دیدن میخواهم. گپ نیست، بیا بریم بینیش. رفتیم. پیش بدرو. کجا شدی زیا؟ کجا شدی؟ زودتر بیا خیر. تشکر زیاد که زحمت کشیده آمدید. خدا خوشبختتان کنه دخترم. آمین. شام بخیر. خیر شامتون بخیر. شام بخیر. کارابین رسما خانه‌دار شده من؟ اکنون خانه‌دار هستی؟ چه خیل دامولا را دعوت کردم نمیفهمم، تماما یاد ندارم. جانم این رو به تو چند بار گویم و حتی من تو رو گفته بودم که حالا کمی وقت است بیا انتظار شویم. فراموش کردی؟ خدایا باید ندارم. بین آخرین بار به تو نقل میکنم، استاد درس دین هستم گفتی به نکاح یک جای زندگی کردن نمیتوانیم، دامولا آید نکاح میکنیم گفتی، یعنی باز دیگر چیزهایم گفتی. میلش دیگرش رو نمیگویم، چه خیلی نباشد اکنون زن و شوهر هستیم. چیزهای دیگر چی گفته باشم؟ کنی بیا بنشینیم، ریمونم رو گیرم. پروا نکن یکتایم، تو را از اینجا میبرارم. نوا را تماشا کردیم، ملیس را چخیل تیله دادی. ادوکات گفت که قصدن نکرده است. تو را اینجا بسیار من نمی کنند.
نبیره مرا هیچ کس غمگین کردن نمیتواند. به میلیس هم نشان میدهم، او هم خواهد دید. بابا جانی من، جهانی من، اگر تو نمی بودی چی کار میکردم من؟ تو اساسی زنده بودنی من هستی. در این دنیا کاری نیست که برایت نکنم. کافی است که تو خوشبخت باشی. بابا جان، جانم، مرا در این دنیا تنها یک چیز خرسند میکند. چی هستم؟ بازی خانه دار شده. بسیار خوب، بسیار لحظه، بسیار خوب. مهم که تو خوشبخت باشه دخترم. یعنی بابا جان بازی ها خانه دار شویم را اجازت میدهید؟ البته اجازت میدیم، البته. چرا اجازت نمیدادم؟ اما او نفری که کلتکی لسنام دارد اگر دیگر جنایت نکند، توبه کرده باشد، پول حلال کار کرده ایستاده باشد، اگر آدم ها را فریب ندهد، دیگر گذشته یا را نگاه نمی کنم. زهرا، گذشته در گذشته ماند گوییم. البته بابا جان ماند. زیا گذشته را فراموش کرده است، توبه کرده است، آدمی بسیار خوب شده است. بسیار نه. این خیلی باشد ما در کوتاه‌ترین مدت نبیرهتان را به آغوشتان میدیم. به تو مانند است، چشمانش به تو مانند است، بینیش به شما مانند است. زهرا جان، تو مرا خوشبخت‌ترین آدمی روی دنیا خواهی کرد. جانم. بابا بایم درباره خانه دار شدنم با زیا صحبت کنم. بابایم به سه میگفته است که کلتکی لس را شاید ببخشد. برای همین با زیا پنهانی خانه دار شده بابایم را راضی کنند نبیره‌اش را به آغوشش دهند. کار تمام است. تو را چنان دوست می‌دارم که بابا جانی من. جانم، من هم تو را بسیار دوست می‌دارم. گوش کن، در حال دوگانم را از اینجا برار. هی به این هم میلیس شکایت نکرده بود. یعنی چه خیل شد که یک گور این خیل شد؟ من چیکار کردم میتوانم سیلو؟ بیاناتش رو عوض کرده است. این بار خواسته است که از بالا شکایت کنم. خیلی هست راههای سبککشی که دلم نمیکشه. بله به خاطر که تو رو قبول نکردم، تو رو ترک کردم، او رو در اینجا محکم کردی. یا خدایا، این خودش چی گفتنی گپ سیلو؟ از خدا بترس، تهمت نکن. من یگان وقت حسیاتم رو با کارم آمیخته نمیکنم، چون که لوینت آدمی قانونی است. عروس بازی یک طرف و قانون دیگر طرف. سیلو، مرا گوش کن، مرا کم سیلو بگو. بله من میدونم به خاطر که تو رو ترک کردم این کارو کردی. صد حیفی تو. فکر کردی که من با تو بر این انسانی بشکل یک جای زندگی میکنم؟ ها؟ همین خیلی فکر کردی؟ تو اول خودت رو بین، بعد به من نگاه کن. با نامزدیمون نآمدن مرا از بزرگترین خطای حیاتم نجات دادی. میدونی چی؟ در حیاتم از همه پس هستی. میمون، ابله، آدمی نابکار هستی. بیعقل. من کمی بد میویم مایلش. مادر نرو، من میترسم، من هم با تو میروم. من با تو گفتم منتظر شو کمتر. حاضر میویم دخترم مایلش.
خیلی بید آه جیگرم دردی سرم من در بدرم سیلی دردی سرم بخدم من روزی ندارم رودسیا بیاش خود لبید خب میکشم دیگر روح ندارم تو برای چی گریه میکنی دختر جان؟ مادرم را این چیزارم. مادرت با کجا رفت؟ نمیدانم حالا هم نآمده است. نام تو چه است زیبایک؟ سومن. بابا جان لبه جانم شما روید اکنون؟ تو را نبرآورده به هیچ کجا نمیروم. بابا جانی من یک توی من چی خیلی که ادوکات گفته است جنایتکار نیستم از اینجا حتما جواب میدهند. خیر یک توی من روید جانی من هوشم به شما می شود روید. تمام لطفاً از این طرف. تمام تشکر. نمیارزد. بیا با درون رویم که اینجا خونه بخوام. مادرم میبیاید گفت که همینجا انتظار شو. فهمیدم دختر جان در درون انتظار شویم نمیشود. اما مادرم گفت که همینجا انتظار شو. انا پلیس های نزد در هستن کو مادرت که آید با ما خبر میدین. نمیشود مادرم گفت که همینجا انتظار شو. بسیار خوب این خیلی که باشد من هم با تو منتظر میشویم. چیکار میکنیم؟ خونه خوردی؟ انا این را بپوش. انا ای خنکی را بمرم ای غمو سلی ننه راضیم. تو کی هستی؟ همراه کی کار میکنی؟ شما کی هستید؟ پلیس هستید مگر؟ ما از فسب. البته من میدونستم. تو که جدا شدی ها؟ سردار مرا با پلیس ترکیه تسلیم کنید. این خیلی نمیشود. گپ زن زود گپ زن. پسرم مرا در وطن خودم سوال و جواب کرده نمیتوانید. من به شما هیچ چیز نمیگویم. کالتا کیلس خیانتکار مرا اینجا تنها گذاشتی. مرا به پلیس تحصیل نکردن معلوم که نیتشون بد است. نیق مرا میکشن. مشت زن مشت. اگر کمتر پس اوچش نیا ای خنکی را میبرم. اما که پلیس بسیار خنک خورده اید این رو شما پوشید. این خیلی نمیشود. این رو نکش بدر نکن. من پلیسم. پلیس ها خنک نمیخورن. من مشق کرده ایستادم. نگاه کن. سومن جان گوش کن. با خدا که بیمار میشوی بیا با درون میداریم. اما مادرم گفت که همینجا منتظر شو. آیا دومن را نیابد بسیار زیق میشود. فهمو دختر جان ما در درون میشویم. به این هم از درون مادرت رو میبینیم. از آنجا آمدن مادرت رو میبینیم. مادرم میآید اما خنه اما که پلیس. من قربانی تو شوم. البته که میآید اما وقتی که مادرت آید و تو رو بیمار بیند بسیار زیق میشود. خوشریک مادرت رو زیق کردن نمیخوای. همین خیلی نیست. نمیخواهم اما که پلیس. این خیلی که باشد میرویم. آفرین به تو. کنی بیا. اپا رفتیم دخترم. گوش کن عبدالله عوض از آشخانه یک شوربه گرم بیار که دختره خونه خورده است. مادرش اینجا رهایش کرده گفته است که میآیم. اگر آمد در حال به من خبر دید. من در اتاق کاری هستم. بله سردارم. گپ نیست عبدالله. اوف زیو کجا شدی تو؟ بیا اکنون اخیر.
مثل تو بر این زیباچه در اینجا چیکار میکند خانم؟ با تو باید حسابات دیم. به این همسر خودم ویران است. این چه خیلی طرزی گپ زدن است؟ ای تو میدانی که مرا اینجا چرا محکم کردن؟ نمیدونم چرا. کمی پیش آدمی که مرا خیانت کرده بود او را کشتم. فهمیدی؟ با خونش به دیوار نوشتم که کسی به من خیانت کرده نمیتواند. بدنش هم خنک نشده است. اکنون فهمیدی گل دختر؟ فهمیدم خانم زیبا. بسیار درست کردید. بسیار کاری خوبی کردید. تبریک میگویم در حقیقت. حتی همچنین یک زن طرفدار شما هستم و برای بالا برداشتن شرف و ناموس زن، غرور زن تشکر زیاد میگویم. در حقیقت دورو کشتی؟ بله. با خودی در دیوار نوشته است. چای فرمایش دهم؟ زیو جان ستر بیا لطفاً. پگاه برای گرفتن شهادت نامه عقد نکاح می روم. چه خیلی که نباشد تنها احتیاج به همین شناسنامه دارم. شدی چه که بکشاش؟ خانم زورا دلم بسیار برای شما سخت آزادت میکنم. یک مسلک لیوینتونه دیگه هیچ وقت در سری قرد آدم ها را از تریزه پایار نپرتا. شکر کن که لیوین یزنته. اگه نه چیکار میکردی؟ بیا رفتیم بیا. نوزای نبیره بابای اکرم ببین. بابا جان دختری من برآمد. دختری من برآمد. همش در گذشته ماند. تشکر زیاد. بابا جان با اجازت شما من باید زودتر روم. با کجا؟ کار تاجیلی دارم در خانه و میخوری منش. حاضر رفتم من به تو نشان میدهم زیاد چه خیلی که مرا در امنیت تنها گذاشتی. سمی این کلتکیلس رو با زهرا در حال باید خانه دار کنیم. بله مادر جان وگرنه روز با میلیس نمیموند. چی؟ مادر جان گفتی؟ چه خیلی مادر جان؟ مادر جان گفتی مرو. کی من گفتم؟ کمتر پیش تو گفتی. مادر جان گفتی مرو. تو رو؟ مرو. نمیدونم شاید خدا با زبانم آورد. وای چیز اگر دامودتون میشدم با شب میگفتم مادر جان اما حالا نیستم. حالا نیستی. گوش کن سمی سراسی من نشم. زود با پیش میروی. زود خسته میشدی جانکم. شیرینکم میگفتم چی؟ بچه بابا اما میگفتم آخر ننجه. احمد جان کنی خیز جانم. اوی دوست داشته ای تنبلی من.
میلیس تو اینجا چی کار میکنی؟ حافظه‌اش برگشت ولی اکنون مهم نیست. همه‌اش مثل نقشه میشود. چی کار دارم جانم؟ بله اینجا چی کار داری؟ کلیدی که به تو داده بودم با آن در آمدی، اما من وای قلف رو عوض کرده بودم کو. تو بسیار شوخ هستی جانی من. صبحانه اومده است، من باید برایم بگو میبینی مالش. خیر تو بازدید. چی گپ است؟ اینجا چی کار میکنه؟ نفهمیدم. یا اینکه باز حافظم رو از دست دادم. نه همش در جایش. کلته کلاس، ساقی سیاه، احمد چمشک، دامبلا سیاه، البته حافظم در جایش است. او اینجا چیکار میکنه؟ ایستا که لباسایم رو من کی عوض کردم؟ یا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. He was safe. He's gone on safe. او را در جای دیگری پنهان کردند. اینها ما را میکشند. در حال باید گریزم. Don't look in Russia. They're Turkish mafia. They kidnapped Mr. Sir. این رو شباتی آبدار میگویند. فایده داشته است. فیض بی بوده است. ای چنان میکنم که اینش رو رقص مار میگویند. خدایا به من چی شده باشد؟ به اینجا چی خیلی آمدن؟ میلیس اینجا چی کار میکنه؟ دورا ببینه؟ خیر اگر طرف خوبش رو نگاه کنیم زهرا می آمد که میلیس اینجا می بود. به خدا رو زمان بد میشد باور کنه. خدا را شکر که این خیلی نشد. زهرا پلیس ها برده بودند. بله زهرا با شعبه امنیت بردند. بله من برای گرفتن او یعنی برای یاری دادم با او با داخل در آمدم. باید کلید رو گرفته می بر آمدم. بچه شد به خاطرم نیست. کار را ببین. باید درباره اون دختر می بودم. ماو شده به شرفی کلتکل از تو رو میکشم آی ابلا. به همه کارهایی که کردی به من یک جواب خواهی داد. مرا فروختی. دیگر برای کشتن تو انتظار نمیشم. حاضر میکشم. زهرا جانم تو چی کار کرده ایستاده زیا ها؟ من حالا حاضر به امنیت رفتنی بودم. برای زیارتی من منتظر آزاد شدنی من بودی؟ نه راستی تو را چه خیلی آزاد کردن؟ خوب کردن که تو را آزاد کردن. خدا لعنتشان کند. بسیار یاد کردم تو را. به ما دست نرسان. مرا به امنیت بردن و تو از پس من نآمدی. این رو چه خیلی به من روا دیدی ها؟ اوها با شب خواب کند پوشیده ها؟ چه خیلی آروم راحت هستی ها؟ وای یعنی من از راستی به امنیت می آمدم که با بعضی سبب ها دیشب در اینجا خوابم برده است. خوابت برده است؟ آفرین به تو. مرا پسی پنجره کردن. تو رو در اینجا خواب برده است. آفرین. خطا از من رفت. خطای بزرگ از من رفت.
آدمی که او را کشتن میخوایی چرا با او همکاری میکنی؟ چرا همکاری میکنی اونال؟ نه این کار را به پگاه نمیگذارم. حاضر رفته میکشم. این را خواهی دید. چرا باورم نمیکنی زهرا؟ با تو میگویم از سوش رفتم، از راستی سرم حالا هم درد میکند. این طرفش رو تو هیچ نمیکنم. هیچ چیز رو در یاد ندارم. چی شد؟ چرا هوشت رفت؟ یا اینکه باز حافظت رو از دست دادی؟ من نمیدونم، هیچ چیز رو در یاد ندارم. یا اینکه سرت رو به یگانجا زده؟ دیشب پلیسا تو رو از اینجا گرفتن کو. برای از پس تو رفتن خانه در آمدم، لباس و کلید رو گرفتم. وقتی که کلید رو گرفتم چیزی شد که ازش رفتم. افتیدم. حافظت رو از دست داده باز از پس میلیس ندویده خیر نیزیو؟ چه خیلی گپ عزیزم. اگر حافظم رو از دست میدادم تو رو به یاد نمی آوردم، اما تو رو در یاد دارم. از راستی برای تو رو در شعبه تنها ماندنم بسیار غمگینم زهرا. مرا ببخش جانم. چی شد؟ یعنی چرا تو رو دستگیر کردن؟ مشکلی چی بوده است؟ نقل میکنی؟ هیچ چیز نی برای نقل کردن، اما میلیس شیطان ما را جدا کرده نمیتواند. یعنی از بالایت میلیس شکایت کرد؟ البته. دیگر کی میشد؟ باید چیکار میکردم بابا؟ مرا کشتن میخواست. باید البته جوابش را دهد. بس از میلیس. شکایتت را باز پس میگیری. سود برگزار نخواهد گشت. آن تصادفی بود، تنها تصادفی. میبرایم. در شرکت کاری زیاد داریم. میلیس، شکایتت را میگیری. شنیدی؟ شنیدم. همه چیزهای در دست داشته‌ات رو میگیرم زهرا. احمد رو هم میگیرم، شرکت رو هم میگیرم، همه چیزت رو میگیرم. نمیفهمم اینش از کجا برآمده. اگر تو رو با من وقت برن من چیکار میکنم؟ من تو رو آنجا نمیگذارم، یعنی میدزدم تو رو. پروا نکن. من با ادوکت صحبت کردم. سود 2 هفته پس میشود. ادوکت گفت که احتمالی کلان جزا نخواهی گرفت. یا خدا، یا همه کارها خوب شده ایستاده بودم، نه خانه‌دار میشدیم. اینش از کجا برآمد؟ خانه‌دار میشوی؟ چی؟ اما یک چیزی مهمی هست. چی؟ از بابایم باید پنهانی خانه‌دار شویم، چون که بابایم تحمل این رو ندارد. تو باشی نباید جنایتکاریت رو ادامه دهی، وگرنه بابایم نمیبخشد. اون کارهایت رو پرتفتی عزیزم خیلی؟ کدام کارها؟ اون کارهای بد رو، به مثل درها رو کشودن، به خونه ها در اومدن، ماشین دزدیدن و غیره. نه جانم، من اون کارهای بد رو البته که بس کردم. یعنی بیا منتظر رو از برای خدا. از راستی مگر من همیشه با آدمم؟ این رو یک سو گذار زیا. تو در اون موزه با اون زن چه کار میکردی؟ ها؟ یا اینکه به دوزی رفته بودید؟ چه خیل دوزده؟ چه خیل موزه؟ من در آنجا چی کار میکنم؟ من چرا با موزه روم؟ من نیستم میگویم در آنجا خطاگیر شده است. خیر گویم که من با موزه رفتم، چرا دستی دیگر دختر را گیرم؟ اگر دستی کسی را گرفتم خواهم دستی تو را میگیرم. همین خیلی نه؟ زیا با من راستش رو بگو. در حقیقت اون کارها رو پرتفته همین خیلی نه؟ وگرنه اصلا خانه‌دار نمیشویم. فراموش کن. زهرا چرا تو با من باور نمی کنی؟ من به حال خودم آوارم، موافق ماده 650 کارگری دولت هستم استادم. خانه خردکاری دارم، یعنی که معلم هستم. کار رسوا شد. در عملیاتی که بر ضد امریکایی ها بودیم اونال رو تنها گذاشتم. او برای کشتن من آمده هستم. او کیست؟ در را نمیکشوی؟ تلبنده است. تلبنده در را نکشوی میکوبد و میرود. کاری نیست. سرمت ریخته است. سرمت ریخته است؟ سرمت ریخته است. کدامش؟ کدامش؟ چپش؟ این خیل بینیم. چپ راست چپ. اینش؟ چشمی چپت. رنگش ریخته است. چشمت را کاری کن. من به همون روم؟ مایلش. حاضر می آیم. مایلش.
در پس پنجره تماما به خودم نگاه نمی کردم. حاضر میکشمت. اونال ایست همش رو میفهمونم. بین زهرا در درون هست نکن. چی رو میفهمونی ها؟ چی رو میفهمونی؟ در بین آن قدر آدم مرا تنها گذاشته بیشرف. مقصدت مرا کشتن بود ها؟ اکنون من تو رو میکشم. حاضر رهایم کن. عشقم در آنجا چی گفت است؟ چی سر و صدا است؟ زهرا اینجا است. از زهرا اینجاست. با تو گفتم کن. چیزی نیست. اصلا صدای تلویزیون رو بلند کردم. فیلمی وحشی ها رو تماشا کرده ایستادم. التماس هم را محو نکن. با زهرا خانه‌دار میشوم. از پشت تو شده خانه من ویران شد. با تو اجازه نمیدیم که خانه‌دار شوی. همه اجازه دید من نمیگذارم. زیا در اینجا یک شانه گذاشته بودم. کجا شد؟ ایستو مایلش میکشی برام میکشی. اول باید جواب ده. همراهایم کن. جواب ده. حیاتم در آنجاست. در بالای در پشتی آینه است. تو چقدر آدم هستی. آرام نگذاشتی مرا. درد سرم شدی. درد سری زیادتی. خیر خواب کن. فیلمی عالمی وحوش تماشا کرده ایستاده بودم. جانت تازه شد؟ خوب شد. رفتنم لازم. میلش. زیا جان گفته هایم رو فراموش نکن. میلش؟ البته. زیا بین اگر جنایت کنی با تو اصلا خونه‌دار نمیشوم. فهمو؟ فهمم. خیر میلش عشقم. تو هم بادی خد باش. احتیاط کن میلش. خیر تو بازدید. تو بازدید. اکی مرزا وطن چی شد؟ مادر دخترچه آمد نامد؟ متاسفانه هیچ کس به سراغش نامد. یا خدایا مادر چخیر فرزندش رو ترک میکنن هیچ عقلم نمیگیرد. به خدا کودک رو خوب نگاه کرده؟ بله سردارم. بعد از پیشین از یتیمخانه آمده او رو میبرن. تا پیدا شدنی مادرش در خوابگاه کودکان میماند. دخترچه در کجاست؟ در اتاق از آن صبحانه میخورد. برای کار که مرزا وطن. رحمت. سومان تو گریه کرده ایستادی؟ گریه نکن. بین من آمدم اما که پلیست آمد. من مادرم رو میخواهم. اما حضور تو این خیلی گریه کنی زیغ شوی این خیلی نمیشود. باز خوراکت رو نخورده ای. کودکانی که خوراک نمیخورن مادرانشون بسیار زیغ میشون. حاضر کنی بیا کمی از این میگیریم. انا کمی مربا نغز. بیا دخترم دهانت را کشا. اما حضور تو اگر این رو نخوریم من هم بسیار زیغ میشوم. چرا تو زیغ میشوی؟ مادری من نیستی کو؟ اما وقتی که تو خوراک نخوری تنها مادرت نه اما که پلیست هم زیغ میشود. البته کنی دهانت را کشا ببینم. کنی کشا کنی. انا باز برای تو کمی پنیر میدیم. ای اونال اونال چی شد؟ به سرش تخت زدم چی بلا؟ اونال بیدار شو میگویم. خیش اونال ای در کجایم من؟ پروا نکن جایت امن است. ابله چی کار کردی؟ کنی زود کشا. ایستا کمی ایستا. از برای خدا قرار ایست. آرام باشو. نه ایست
مرا هم دیشب میلیس به سرم زده است. از اوش رفتم تا سر خوابم برده است. به خود نیامدم. هیچ چیز رو خبر ندارم. میفهمی یا نه؟ یا خدایا 97 فایز تو دروغ است. دستانم را کشا. استا از برای خدا کارهای بی‌معنی نکن میلش. حاضر دستت رو میکشایم. من هم در اینجا از اوش رفته بودم. زهرا رو پلیسا به امنیت بردن. حتی از پشت اون نرفتم. فهمیدم بس کن. اگر به من باور نکنی از زهرا بپرس. گپ را دراز نکن زود کشا. تو از دست امریکایی چه خیلی گریختی ها؟ انا این خیلی گریختم بیشرف. انا این خیلی لعنتی. استا خدایا ایساز برای خدا چی کار میکنه؟ مینت را بگو. چی کار میکنه؟ وای کنفرانسش رو برهم داده است. امروز به خارجه میرود. نرفته باید او را دستگیر کنه. خدایا این امریکایی آمده دردی سری ما شدن. زودتر این را کشا. این چی گپ است؟ این تو را چه خیلی اینجا بستنده؟ آفرین به تو همش رو خوردی. خوابت گرفته ایستاده است. به فکرم خوابت میبرد. امک های پلیس گفتن که اینجا خواب کن، اما من خوابم نمیبرد. من مادرم رو انتظارم. من قربانی تو شوم جانک من. این خیلی باشد من برای تو در آنجا جای خواب درست میکنم. آرامانه خواب میکنی. اما مادرم بیاید من خواب باشم چی؟ من درها تو رو بیدار میکنم دختر جان. میل است پروا نکن. تو مادرت آید سو من خیز میگویم. میل است من تو رو بیدار میکنم دخترم. سجفر کن اینجا بیا. گوش کن سجفر. برای اینجا یک تا بولشت، یک تا کروپاچه، یک تا نتری جای خوب تشکیل کنید که سومن خواب برده است. فهمو اینجا همه را توضیح کنید بعد بریم. خب بگید. میلیس جون من تو رو میفهمم، اما تو با زهرا اینقدر کار نگیر. بگذار چیزی میشود شدن گیرد. او رو چرا رها کردن این رو من نمیفهمم. کاش او رو حبس میکردن. ولی حالا ایست کارهای من در حق او تمام نشده است. چه خیل باز چی کار میکنی؟ محبس کردنش خواستی کافی نیست مگر؟ این شرکت برابری خوب احتیاج دارد. بین دیدی کدام چه خیلی خواهد به کار می آید. شرکت این خیلی اداره کرده نمی شود. آخر خوب داشتی که شیرینچه؟ چرا حالا هم خوابت نبرد؟ مادرم دایم برای من افسانه می گفت. من را به افسانه خواب نمیبرد امک پلیس. زبانی شیرینی تو را خورم. من حاضر برای تو افسانه نقل میکنم. تو پروا نکن. من افسانه های زیاد میدونم. اوه کنی چشمانت را پوش. گوش کن. بود نبود بودگار بود. زمین نبود شودگار بود. در یک زمان یک بزک بود. بزک جنگی پا بود و بزک جنگی پا 6 تا بوزیچه داشت. الولک بلولک 6 تا سری تنولک تاخ چپرک بیخ چپرک بود. خدایا کاش این خواب نباشد. خواب است کنعان دیوانه. خواب چه شد؟ هجری را خاندار کرده توانستی؟ نتوانستم. چه خیلی انده؟ چه خیلی کرده نتوانستی؟ چه خیلی نتوانستی؟ این خیلی باشد تا آخری عمرت انا همین خیلی معیوب میمانی. چی میزنید بابای ریش سفیده؟ زیباترین دختری ترکی را رد کرده؟ اگر هجری رد کرده باشد یگان چیز را میداند. زیباترین ترکی را رد کرد. رد کرد؟ از راستی؟ از پسی آن دختر باش. در آن دختر حکمت است. من فهمیدم این خیلی باشد هجری را حتما با همان دختر خانه دار میکنی. بابای ریش سفید میگویم که یگان دختری دیگری رو بمشی. گپ نزن. با تو میگویم گپ نزن. چیزی را من میگویم همان را کن. فهمیدی؟ هجری را با هم دختر خانه دار میکنی. بشر گپ نزن. نزن بابای ریش سفیده. نزن. خدایا ما رو از این خواب نجات ده. ای برادر این چیه باشده؟ باز همان خوابه؟
وای چی گپ است آشنا؟ نه باید کاری کرده. هجری را خانه دار کردنم لازم، وگرنه همین خیل در خوابم مشت میخورم. بسم الله الرحمن الرحیم. باوری داری اونا؟ شاید برای نقشهشون رو عوض کردن همین خیل گفتن. من مطمئنم آنها را وقتی که با یکدیگر گفتگو میکنند شنیدم او را به جای دیگر میبرند. تو انگلیسی رو میدونی؟ چی فکر کردی؟ البته که میدونم. این گپ ها رو مان پروفسور رو میبرداره یا نمیبرداره؟ اکه کنون اگر نام رو شنود هر دویمان رو نابود میکند. شرف جان، همه ای کارها رو ما با خاطری اکه کنعان میکنیم. در حال با هجری عروس یابیم کنعان شفا میابد. ای تایلا ما خمون کایزن میگیریم ها؟ بسیار خوب، ولی اکه کنعان از نزدیکانش دختر گرفتن میخواهد. ما هجری رو با دخترهایی که از آزمون انتخاب کردیم چل خانه دار میکنیم. دخترها حتی خبر ندارن. این مهم نیست. از همین دخترها اگر یک تاش را هجری انتخاب کند دیگرش را اکه کنعان حل میکند. تو یک کت درون بدروه. این چه خیل چهره است که مانندی لال است. این چه خیل چشم است که مانندی نرگس است. این چه موی است که مانندی سنبل است. این چه خیل قد است که مانندی چنار است. ای پری، ای چهره ای تو به دلم هیجان آورد. وجودت مرا به فتنه کشید، چشمانت مرا به اشوه کشید، مویهایت مرا با خود عاشق کرد. ای تایلا! شرف بر پدر و نعلت چیکارت کردستی؟ نمک من رو میگیره. حیوان، ما برای هجیر عروس گفته شدیم. این دختر مثل اسب است، مثل بیدت رو هم قبول نمیکند. اسب باشد باز خوبتر. بگذار با پایهای مثل آهویش در دل من سر کنم. اوف. شرف گوش کن، با فکر من یگان جای این دختر برای هجری معقول نمیشود. تشکر دختری خاله، پاچوت کمتر دروازه میتوانی روی. مرحمت. من هم برایم. شین بیعقلی نکن شرف. عروس دوی مرحمت. چی خوشو بوداین شرف ها؟ خیلی نام شیرینکتون چیه؟ گل. گل؟ بخدختم رنگ گل بازید بی. تشکری زیاد. برجت چیه؟ اقرب. دختری خاله برج ما هم اقرب های. اقرب با اقرب تغری میا بخیلم. با فکرم همش تغری فهمیدی؟ اقرب رو نیش زده میکشد. موافق نیستم. برجی که با اقرب خوب موافق است، این برج نشانزن است که برج من باشد نشانزن است. اکه کنون دخترها رو دیدیم، باز دیدن رو ادامه دهیم. کدام دخترها؟ چی ها میگوید شما؟ لعنتی، من میدونم شما رو چیکار کنم. دختری خاله ما هم همین کینوی بیوی کدوس نمیدارم. فقط کینوی ایندیست که در باره عشق و محبت های کو اونا سلمان خان، شاهرخ خان اونا دو برادرن کو بسیار تماشا میکنم. آنها برادر بودن؟ البته سلمان خان و شاهرخ خان برادر بودن. امیتاق بچم باشد پدرشون بود.
дар нақшҳои асои ҳамин 4 нафар буданд. 3 то гуфти 4 то ҳисоб кардӣ? 4 мушаббини ҳушуд мерава. Чига бас инҷо? шараф сухани охиринатонро гӯед. ҳар дуятонро мекушам. лаънат бар шумо хушхолаҳо. шумо чӣ хел обрӯи маро резондед? акаҷон як дақиқа маро гӯш кунед. имшаб дар хобамон риши сафедро дидем. ӯ гуфт ки агар ҳиҷриро хонадор накунед ҳеҷ вақт сардуратон шифо намеёбад. бовар мекунед? ака ба худо рост мегӯяд. ман ҳам шоҳид ҳастам. ҳатто ӯ омада ба ман якчанд мушт зад. чиҳо мегӯед? ин хоби ман аст. маро гӯш кунед ҳайвонҳои шохдор. мабодо ки хоби маро дуздида бошед. канун ба худо бобои ришсафеда бо чимомон дидем. шумо ҳам дар он ҷо будед охи? дар куҷо будам? дар хобамон будем. албатта ки он ҷо будам. хоби ман аст. ба ман гӯш кунед. ё ин ки ҳамаамон якхела хоб дидем. бале ака шумо ҳам дар хоби мо будед? ин хоби пурҳикмат аст. ҳар сеамон як хобро дидем охир. рав гумшав аз ин ҷо. хобе ки худам мебинам ба он амал мекунам. хезед меравем. хитагем ку ака? ба куҷо меравем ака? назди охирон духтаре ки ҳиҷри қабулаш накард ку. зеботарин духтари ту кия? бале. ака охиҷру духтарро қабул накард. бо куҷо назди он духтар меравем? ту ин чизро аз куҷо мефаҳмӣ гусванд? маълум ки чизеро медонад. пеш дарояд меравем. шараф пеш дро гузар. ҷумша ин раҳгардиро бин мисли ҳайвон ра мегардад. кӯдаке ки модараш ӯро партофтааст кадом афсона ӯро хоб мекунад? инсонҳо чӣ қадар бевиҷдон буданд? кадом модар фарзандашро так карда меравад? ё ин ки ба он зан ягон ҳодиса рух дода бошад. аммо агар ин хел мешуд аввал мо хабар мешудем. ки медонад чӣ мушкиле дорад бечора. سردارم از یتیم خانه آمدم دختر را میبرم. تمام اکه مزدوتان تو میتوانی روی. маро рад карда наметавонӣ. чӣ хел наметавонам? чунки маро рад кардан ҷоиз нест. ту чиҳо мегӯӣ? истед такроран мегирем. санамҷон суханатро фаромӯш кардӣ. чой каш барои ман як чой биёр. устод сари ман каме чарх зад. каме истироҳат кунам мумкин? бисёр хуб ҳама истироҳат кунад. ба ин чӣ шудааст? як муаззини масҷидро рад кардааст. барои ҳамин асабҳояш хароб аст. муаззин гуфтааст ки аз ту хушам наомад. писарам барои ман ҳам чой биёр. дарро пӯш писарам зудтар бош. чанд бор ба шумо гӯям инро аз ин ҷо гиреде?
аз пушти ӯ шуда масхара даҳони мардум шудам. Шарманда шудам. Шарманда шуданам кофӣ набуд ки боз асабам хароб шуд. Дигар корамро кардан наметавонам. ту ҳиҷрӣ ҳастӣ ки ҳастӣ нестӣ, туро нобуд мекунам. туро ба худ ошиқи шайдон мекунам. хоҳед дид, ҳаматон хоҳед дид. акай Канон? салом. чӣ хел ҳастӣ? хубам акай Канон. амаки полис манро инҳо ба куҷо мебаранд? модарам манро чӣ хел меёбад? ба ман гуфта буд ки инҷо мунтазир шав. духтарҷон, вақте ки модарат омад ман ба ту албатта хабар мерасонам. ҳозир бошад бо апаҳоят рав. майл аст. سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظه شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای بربهار دلم، خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه. سنم جان، هجری را من خیلی خوب میشناسم. بچه خوب است. در آنجا چی نافهمی شده است؟ هجری تو بر این زیبا سنم ترکیه را رد کردنش غیر امکان است. کی رو رد کرده است؟ من نفهمیدم. من رو رد کردم. اینها گفته خبرنگاران است. من هم همین رو گفته ایستادم. در بین چی خطاگی شده است؟ هجری هم از کردنش بسیار پشیمان شده است. زیبا سنم ترکیه را در مقابلش دیده چیکار کردنش رو ندانسته است. او خودش رو خیلی گم کرده است. او با تو تکراران واخوردن میخواهد. همین خیل؟ ها، از تو یک خواهش دارم. به هجری یک فرصتی دیگر ده لطفاً. پناز نککر. انا نه به دستم افتادی هجری. انتقامم رو از تو میگیرم. اکای کانون اگر رفیق نزدیکی پدرم نمی بودی قبول نمی کردم. تو رو نمی رنجونم. تمام سنم جان، من در حال با خوری دویم هاتون رو تشکیل میکنم. بایزیا یک زنگ زنم. لبه؟ عشقم در کجا هستی؟ در خانه هستی؟ آمده ایستادم. نه به خانه نه، در خانه نیستم. در مکتب هستم. ها تمام، این خیلی باشد. بعدم ما میخوریم. تمام، بعدم ما میخوریم. چی گپ شد؟ کی زنگ زد؟ اینقدر ترسیدی؟ زهرا. وای سالها تو گریختی، من از پست سور کردم. حاضر اگر زهرا آمده از این در آمده یک جای کار کردنم رو شنود دیوانه شده میرود. تمام واهمه نکن. اوف. مگر خنده آوری شد؟ چرا که سروسیمه شد؟ عجبا با من دروغ گفت چی؟ یا اینکه در خانه است در مکتب نیست؟ یا خدای من یه خانه اش رفته سنجم. کار بسیار دوام کرد. بیا با یگون خلاصه بیایم بانو جان. بانو جان؟ بانو جان، خطه بکشی که بانو جانی. این خیل کارها رو نباید منتظر گذاریم بانو جان. تو باز چی به آدابی داری ها؟ من میگویم که خانم بانو میدونید که عشق یک حسیات عجیبی است. آدم عاشق همه کار رو میتواند کند، حتی
میتواند کنعان دیوانه رو بکشد. نفهمیدم. نفهمیدگیت خوبه. میدونی خانم بانو جان من یک دلی دارم که عجیب با آسانی عاشق نمیشود. دلی نیست که با آسانی عاشق شود. اما اگر عاشق شود از خود میرود. یعنی این خیلی گویم زمین در اطراف خودش تاب میخورد کو. ولی اگر من با یگان دختر عاشق شوم راستی گپ در گیزدی خودم تاب نمیخورم. در گیزدی انم دختر تاب میخورم. یعنی به همین معنی ده اگر ساده کرده گوییم بانو جان من تو را شوکت شاگرد با چی اینجا حیران نشستی؟ برای ما دوتا قهوه بیار کس کنی؟ آهسته گوسفند خانم جنابی کنعان کنعان حیوان حیات تو خطی کرد. اگر مطرنک شون نام میگردونمی طلبه ها غم نمیدیهن؟ نه خدا را شکر مشکلی این نیست. تو رو من میکشم. انیق تو رو میکشم. دیگر در بین ما در آمده نمیتوانم. لبای کلاس شوکت با تو احتیاج دارم. با کجا را بیام؟ مایلش میام برادر. ای لعنتی کنعان بانو تو رو میجوشد. اگر او را بگیری شوکت تو را میکشد. شاعر شدیم شاعر. اگر به من دروغ گفته باشی زیو انیق میکشم تو رو. دروغگوی در خونه نیستم گفتی کو. من حاضر به تو نشان میدهم. یازنه هم در اینجا چی کار میکند؟ یا اینکه زیا رو میکشد؟ خدا نشان ندهد. زیباست خیر میره. اما اینها خندیده ایستادن. اگر کشتنی برای چه رو میخندد؟ زیا همراهی از نم چی کار داشته باشد؟ حاضر میفهمم. بله سه مشکل دار. شوکت تو داخل در آمده آتش زده کاری کرده بانگی سوختار را فعال میکنی. من؟ بله حکر ما با لباس های سوختار خاموش کن ها آمده به درون نیدرایم. من به درون درایم؟ بله حکر تمام در قصهش نباش برادر. شفقت هم اینجاست. زیا اونا و شفقت یک جویند. این چی خیلی می شود؟ عجبا من خوب دیده ایستادم. ای درد کرد. چی کار میکنم من؟ خوب نیست اما از پشت زیا حیاتم مثل خوب شده است. اونها رو ببینه هر سیش یک جویه چی کار میکرده باشه نه؟ چی کار میکرده باشی عجبا تو زیا. سلام علیکم. салом алейкум дӯстони азиз. агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед боз ба шумо 600 рубл скидка мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. коғаз барои кори ман аст. кани вазифаи
برداشت داشته را اجرا کن شوکت. زود باش. این چه خیلی تجهیزاتی بونگ خطر هست؟ چی کار رو میکنه؟ صدا ندارد چی؟ کنی یکان چیز دیگر یا با هم که آتش زیاد شود. نمور خاموش نشد. ای چندان قیمت نبوده است. کنی بیا. یکان بلا را بسر ما میبیریم ده. کنی بیا. تو یک آتش زمان. ای آشنا تو چه خیلی تجهیزاتی بنگاز نمیکنی؟ بیا آخی یا بنگاز که آخی سیگنالیزاسیا کن. ای همه جا سوخته. تو بکن. این رو تانسیون قطعی بانگی خطر تان. ای یاردم ده. از کجا است؟ سوختار شده؟ چی گپ است کی؟ یا خدای مهربان، شوکت را ببین، از راستی بینا را آتش زد است. بیاق من او را با این کاری کردش میکشم. زود باش، سوختار خاموش کن، آیا خیلی اومده او را دستگیر کنیم. زود باش بشم. تجلی اینجا را خالی کنه. زود برای در اینجا. شدن؟ چی شده باشه؟ خدایا به زیای چیزی نشود لطفاً. салому алайкум дӯстони азиз, хушхабар ба тамоми муҳоҷирони дур аз ватан. имрӯз мо баҳри шумо ширкати боаринокеро пайдо намудем ки ҳамагӣ бо нархи 7000 рубл шуморо аз уфа оренбург ба душанбе ва аз душанбе ба уфа оренбург ба хости аллоҳ бурда мерасонанд. газелҳои замонавӣ бо роҳат ва агар шумо мушкиле бо ҳуҷҷат дошта бошед, ба хости аллоҳ бе ягон мушкилӣ ба тоҷикистон рафта метавонед. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. ҳатман аз номи канали Tajix Production занзанед. боз ба шумо скидкаи калон хоҳад шуд. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. چی کار کنم اونجا روم؟ زیا؟ رفیقان دود است. یک سو ایسته. اکای جمال با خود بیا. اکای جمال با خود بیا میگویم. Mr. Stewart! There are two people on the floor.
I need 2 people here. بچه کجا گم شده؟ Tell me, who are you? What you are looking for here? Me? I'm looking for Zia. Zia. Yeah. Did you see him? Have you seen him, Media? خیر نبود من چی ها میگویم چرا با انگلیسی گپ میزنم. زیا را ندیدی مگر؟ زیا؟ زیا زیا سختر خاموش کن. Fireman. Fireman? Yes. امکان ندارد. چی خیلی غریب کنه یا اینکه به زیا چیزی شد. این دختر رو داره انیق با دزدیدن میستر استیوارت علاقمندی دارد. چی کن میکنید؟ ساعتی مرا